مایک رفت، ولی اگه رنگ قهوه‌ای رو لمس کنم میبازم. خب پس میایم اینجا یه ورد میسازیم و نمیسیم که لمس قهوه ای مساوی است با باخت. خیلی خوب، اینجا اسپان شدیم و او چوب بچه ها نباید دست بزنیم، چوب خیلی خطرناکه. چوب این قهوه نه، این سبزه بچه ها. خب یه چوب من از اینجا بکنم. او راستی بچه ها بهتون نگفتم که هدف ویدیو هم دایمنده. او خب این رو نباید من دست بزنم الان. یا برفز. خب بچه ها بینیم پایین چجوری هم سنگ. وای کرافتینگ تیبل قهوه‌ایه. وای نمیشه کرافتینگ تیبل درست کنم. خب عملا بدبختیم که دیگه کرافتینگ تیبل قهوه‌ایه. وای بدبخت شدیم رفت. خب الان باید بگردیم دنبال ویلیجی چیزی بچه. اون چیزی نیست. نه اونورم چیزی نیست. وای بدبخت شدیم. چجوری این قهوه نارنجی چجوریه؟ نمیشه بخش مشیاش دست بزنم یه کرافتینگ چیز بگیریم درست کنیم؟ نمیدونم. بچه کم کرافتینگ تیبل دقت بکنید. من یه دونه ساختم قهوه‌ای نیست، میبینید یه رنگ چوبی طور داره، بالاش هم که نارنجیه، پس مشکلی نداره از. ولی استیک، وای استیک الان چیز استیک قهوه‌ایه، لوازم چوبی قهوه‌ایه، اینا رو چیکار کنم؟ پس عملا این به کارم نمیاد. درسته قهوه‌ای نیست ولی بازم خب به کارم